آقا سلام، خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. میشه از شما سوال کنم چند ساله دارین آش درست میکنین و به مردم عرضه میکنین؟ بفرما. چند ساله؟ چند ساله؟ خودمون چند سال میام؟ چند ساله آش داری درست میکنی؟ سالها. سالها. چند ساله مثلا؟ بعدن 7-8 ساله. خودت هم آش دوست داری؟ آره. تالخ شده آش نخورده و دهن سوخته بشی؟ چرا سوخته میشه؟ اگه آش داغ که بخوریم نظرم سرد بشه دهنت خو داغون میشه. دهنت میسوزه؟ آره نیست. خدا نکنه. آقا داریم در مورد همین ضرب مثل صحبت میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش اگه سرد نشه گرم بخوری به چه فایده؟ آقای آش فروش، ما داریم در مورد این ضرب مثل صحبت میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش نخورده دهن سوخت؟ آره. نه، آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش داغه. هنوز گرمه گذاشت تو دهنت، دهنت میسوزه. دوربین برگرد. آقا ضرب مثل آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ خب آش میگم داغه. دهنت تو چجور قاشقی که میذاری تو دهنت میسوزه دهنت. آقا خودش آش فروشه، شما خودتون آش فروش هستین؟ نه آش فروش آقا بیرونه، من کارگرم اینجا. 1000 ساله باشی شد آقا. بریم آقا، بریم.